روزی درهای کشاد در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف دایر شد. در آن رکتور دانشگاه جمشید جیرزاده، عالمان و استادان، دانشجویان و ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی اشتراک داشتند. هدف چاره‌بینی این شناس شدن داوطلبان مؤسسه های عالی با دستاوردهای دانشگاه بود. برنامه فرهنگی برای رنگین ساختن این چاره‌بینی برگزار شد. جیرزاده جمشید، رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف مهمانان را شادباش گفته از تاریخ دانشگاه یادآور شد. موصوف از دستاورد و پیشروی‌های دانشگاه همچنین نظام کردیتی و اسلوب تعلیم حرف زد. به یگان شبهه میتوانید دانشگاه دولتی خوجند را انتخاب کنید. برای چی؟ برای آنکه یکم در دانشگاه ما بهترین متخصصان، آموزگاران و متخصصان در حقیقت دانشمند سبق می‌آموزند. اند خود قضاوت کنیم. 50% عالمان آموزگاران ما این آموزگاران صاحب عنوان هستند که در تاجیکستان این یکی از بهترین نشان دهنده میباشد. در روزی درهای کشاد 18 فاکولتت‌های دانشگاه دستاوردهای علمی خود را به نمایش گذاشتند. ختم کنندگان امساله مکتب‌های شهر از نزدیک شرط و شرایط دانشگاه را دیده برای خود نتیجه برداری نمودند. دستاوردهای دانشگاه دولتی خوجند شناس شدیم و ما پسند آمد. می‌خواهیم در آینده خواندن خود را در همین دانشگاه دوام دهیم با بهای خوب و اعلی ختم کنیم. دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف از سال 1932 تا این زمان فعالیت برده با اختصاص‌های گوناگون کادرهای گوناگون ساحه آماده می‌سازد. امروز دانشگاه یکی از کلانترین و کهن‌ترین دانشگاه‌های جمهوری محسوب می‌شود. همه سال از دانشگاه نامزدان و دکتران علم رساله‌های خویش را حمایت می‌کنند. ما خواستیم داوطلبان را به این دانشگاه دعوت کنیم و من امروز دیده ایستادید که 18 فاکولته در اینجا دستاوردهای فاکولته را رونما کرده ایستادند و خواهش میکنیم که از داوطلبان کلاسترهایی که انتخاب کردند و آمده از نزدیک شناس شوند و از نمایش‌ها از عالمان این دانشگاه برخوردار شوند. داوطلبان به درس‌های دانشجویان اشتراک نموده طرز درس‌گذاری استادان دانشگاه را با میل تام تماشا نموده برای خود تصمیم‌های مهمی این بعد را می‌گرفتند. مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی از بودن اختصاص‌ها در دانشگاه آگاه شوند. با چشم خودشان رفتی قبول به دانشگاه را فهمند، چطور دانشجو شدن ممکن است آن را فهمند. یعنی این یک مرحله است برای کسب انتخاب کنی خوانندگان یا ختم کنندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی. یعنی با این راه خوانندگان ختم کنندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی با اختصاص‌ها با امکانیت‌های دانشگاه آشنا می‌شوند و آنها می‌توانند که در رفت درس‌های کشاورزی نمونوی اشتراک کنند و آینده خودشان را آینده کسب خودشان را انتخاب کنند. برگزاری روزی درهای کشاد در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف برای جلب بیشتر داوطلبان به دانشگاه و آگاه ساختن مؤسسه‌های میانه از شرط و شرایط و دستاوردهای نادر دانشگاه می باشد. این گونه واخوری‌ها همه ساله قبل از امتحان داخلشوی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه‌های عالی گذرانیده می شود. گزارشی سومن حامید و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.